بلندتر کنید برای این پدر پیر پیش نسبتون. ای خدا ها الان بهتر شد. کو های آهنگو غم‌انگیزه بذار. همین الان داشت میخوند. نه دلم آتش گرفته. کو دستی بزنید به افتخار خودتون. بابا عجیب بی‌حالیتون. فقط بچه‌ها دست میزنن. ولی دست نزنین اجرا نمیکنن. به دستی بزنین. اینطوری نیستم. یه دست محاکم قایمی بزنین. بکوری بی‌حالیتون. حقیقتش ندی دست در نکن. آهنگی بیار کن. حقیقتش اینجا نیمایی. اینجا نیما. من چه میخوام خودکشی کنم. چرا؟ اینجا گل روت گفتی بیا اجرای بکن. بعد اینجا برام خودکشی کردم تموم میشه. هر دو بلا تو سرم بخوره. نه خدا نه سنگینه. خدمت شما عرض شود که آتش بگیرن های فضا مجازی. اول برنامه بحثش شد های فضا مجازی آتش بگیرن. بله خانوم هنرمندتون این بحث. بله. یک زوج هنرمند درجی. من به خاطر های فضا مجازی میخوام خودکشی کنم. حقیقتش یه چند وقت قبل ما گوشی خریدیم خبر مرگمون از این گوشی ها جدیدی هستن بچه ها میگیرن دستشون گرفتیم از این اپ مپای هم نصب کردیم روشون روز اولی رفتم تو اینستاگرام دیدم یه نفر درخواست دوستی داد چطور نگاه میکنی زیپ هم وزه هیچ بسته والا دیدم یه درخواست دوستی یه نفر داد عکسش نگاه کردم اوه لولو چند اومد گفتم ای جون دیدم نوشته سلام گفتم سلام بفرمایید گفت با ما دوست میشی گفتم بله چرا نمیشم خود عکست اسمت چیه گفت من جوجویم بچی ما خود جوجوی دوست شدیم بیشترم هر روز میگم ادتون شارژ ایرانسل همراه اول بفرست من هرچی پول در میوردم تو معدن خرجی میکردم اینو گفتم بفرمایید معدنی بچی هرچی پول داشتیم خرجی کردیم یه روز نشدم پا تلویزیون این تلویزیون خودمون نه او تلویزیون خوب است داشتم نگاه میکردم دیدم ای تو برنامه زنهای ماهاره این مردا با چیزا خرابه آجی میگه ماهاره قشنگ معلوم شما کنترلو دست هیچی نشسته بودم دیدم ای داره برنامه زنده حرف میزنه پیام دادم بهش سلام کجایی گفت من بیرونم گفتم تو برنامه زنده نیستی گفت نه گفتم الان داری زنده حرف میزنی که دیدم خردوی من که تو پیامش گفت حقیقت چه باید بگم گفتم بگو گفت من حقیقتش عکسی برات فرستادم نیستم این آنجلینا جولی گفتم به درک حالا خودت کوی عکس اصلی از خودت بده گفت حالا میترسم عکس بدم زرترق بشی گفتم حالا عکس رو بده طوری نیست عکسش فرستاد خدا برو کافر نیاره جوجویی نبود که همین قد سیبیل قشنگ خروس لاری بود بالغ گفتم این شهر خروس جنگی ولش کن هرچی شارژ گرفتی حلالت هیچی دلم شکست موندم اینجا خودکشی کنم آتش بگیرن همین فضا مجازی آتش بگیرن همین گوشی ها بیستاب هر روزی گوشی ها بودن بعد بخشیدم یعنی من هرچی از این گوشی ها کیوترم میگه چشم هرچی من گوشی ها بگم کم گفتم عبدیشون حالا گوشی ها به درک یا خدا این چیزی یعنی عدرس گوشی ها آسایش نداری که هم تو 24 ساعت بینگ پیام یا زهرمار خرید کنید لطفا قافلو لطفا پیام ها تبلیغاتی سر خلا میری یه دقیقه راحت باشی از فشارها زندگی نمیتونی که چون همراه اول هیچ کس تنها نیست نمیاد دوربرت نگاه کنی با هیچکی نباشه کشیدین دردهای تا قاط میخنده ما از اون روزی و گوشی ها قدیمی موندن بعد بخشیدیم کلا ما اصلا یه بدبختی داریم یه بدی داریم ها بیا جمع کن برام تو دست تکون میدی ما یه بدی داریم کلا جنبه اون پایینه فرهنگ استفاده نداریم قدیمی ها یادشون میاد همینه ماهواره نگاه میکنن اولین باری تلفن اومد تو تمام دنیا زنگ میزنن الو ننه خوبی اونم میگه ها بابا خوبم تلفن اومد ایرانی ها چی اختراع کردن مزاحمت تلفنی یارو زنگ میزنن میگه الو میگه الو زهرمار کجا سوخته تو پاف میکنی خنک نمیشه ای پاف یه عده که خیلی خوشمزه تر بودن نصف شب زنگ میزنن بیدارت میکنن میگه الو چی شده میگه مخابرات زنگ میزنیم تلفنتون ابر باشین میخواین کف مخابرات بشوریم یخ نکنی نه مکدون سوراخات کو یه سری تا همینا زنگ زد به ما مادی خودمون ختم روزگاریم اودی میخواست منو فیلم کنه نصف شب ساعت 2 بعد از شب از غذای روزگار ما بیدار بودیم زنگ زد گفتم الو خواب نیستی گفتم نه برای چی خواب باشم گفتم ساعت 2 نصف شب گفتم 2 نصف هم نیست که الان 4 بعد از ظهره گفتم من کجا رو گرفتم گفتم ایتالیا رو گرفتی خدا از کرچال قطع کرد گفتم بعد وقتی که پول نداری غلط میکنی زنگ میزنی مزاحم میشی
یه مزاحم دیگه داشتم، اون دیگه احساساتی بود، پیام میداد فقط قلب میفرستاد. یه سری اصلا خوشو شروع کردم فاش زیاد دادم بهش. کوئی به من فاش ندادی مزاحمت نمیشم تم نه چه بیا مزاحم بشو فقط. وقتی گوشی ها بودن دختر پسرای هم فرق کردن. ما قدیما همش بدبخت خلوشی بودیم. الان نگاه میکنی پسراره. حالا میخوام بگم پسرا چجوریان. پسرا موقعی گوشی دستشون میگیرن تو خونه گوشیو زمین میخوره برمیدارن مؤدب صحبت میکنن مثلا اینجوری. الو جانم. بله خواهش سلام خدمت ابوی محترم برسونید. حتما این داره رفیقش رو طرف فاشش میده، روش نمیشه جلو شما جبران کنه، داره اینجوری میگه. دخترا گفتی توی گوشیشون این دفترچه تلفنشون لیست کانتکتاشون مزاحم 1 مزاحم 2 مزاحمی تو پاساژ مر بستنی دستش بود، مزاحم نوردی قرار شد بیا خواستگاری نیومد. اینا هم ندارن شوهر همیشینا توی گوشی مادر رو اونطرف نفرین میکنه. قدیما مادر و پدرها میخواستن دعا کنن، گفتن ایشالله دومات بشی پسرم، ایشالله عروس بشی دخترم، ایشالله بچه‌هات ببینم. الان میخوان دعا کنن ایشالله گوشی بی ثابت بسوزه، ایشالله مودمو بتر که ولکا. خاطر 24 ساعت میشینن یه جایی. بعدها تو کتابا تاریخ مینویسن یک جانشین ها که بودن، گروهی از دختران و پسران ایرانی که 24 ساعت میشستن پهلوی مودم تخت سرسام میفتادن تو گوش. وقتی گوشی ها مخصوصا هوشمندا اومدن احترام ها بین رفت. جوونا هم خیلی تنبل شدن. چند روز پیش یکی این فامیلا اومدم اعصابش خورد بود. گفتم برای چی ناراحتی؟ گفت دیروز سر سفره نار می‌خواستیم بخوریم. برای دخترو بزرگیم گفتم بابا برو یه لیوان آبی بیار. گفت با من خستم خودت برو. گفتم حالا طوری نیست جوون خسته. گفت حالا این خوبه. دخترو کوچیکم گفت با اینو ببخشش این بیادبه. خودت برو یه لیوان آبی برا خودت بریز برا منم یه تا بریز. جوونا علایی. این نت 20 اگر قطع بشه اینقدر خوبه. در ابتدای برنامه اشاره کردن نت قطع بشه برای 4 تا اعضا بدن خوبه. من میخوام اون 4میشه باز کنم برای مثانه خیلی خوبه. کلام رفته بالا. اگر نت قطع بشه این مثانه و یه آرامشی پیدا میکنه. میبینی اینطوریه همینطور داره پیام میده. خب برو خالیش کن. حالا اینا خوبن. یه گروهی دیگه سر خلایم گوشی با خودشون میارن ای جوونا. خب عزیزم الان نشستم، الان کشیدم پایین، الان میخوام استارت بکنم. نگو حالا مرحله به مرحله. یه عده هم ثانیه به ثانیهش کلیپ میذارن. الان شروعش قافلو بگیری نکنی کارا رو. حالا اینستاگرام خدا نیاره اینستاگرامه اینجا وای نسته من برنامه رو قطع نمیکنم. اینستاگرام آتش بگیره. میری تو اینستاگرام انگار که با پیکان رفتی مسابقه رالی. همه قدا بلند، همه موها طلایی، همه چشما آبی، هر چیز زشته پرپت کچل آسمانم. والا میری تو اینستاگرام یعنی تو پیج هر دختری بری، حالا بلا نسبت دخترها جمع، هر دختر زشت میمونی بری میبینی رفیقش اونجا نوشته قشنگم. نمیگی اینجوری، میگی شام دنیا دق میکنن. پس رو عین اودالیسکی رفیقش میاد زیر پستاش مینویسه سلطان. ها نمیگی شیر سلطان جنگل اینا رو بشنه و میره قرص برنج میخوره. نکن همچی. دخترو عین دمپ قطع میکنی. دخترو قیافش عین دمپایی نصف شده تازه انیم رخ. پست گذاشته شباهتی است میان من و خورشید. رفتم نوشتم ها تخت سر بشی، نه به تو میشه نگاه کنی نه به خورشید. عین همین. او یه تا دیمونده پست گذاشته پسرا یه عقاب همیشه تنهاست. نوشتم خب بیش رفت او کیه 3 کیلو مرس دخترانه نکشیمون عقاب. ابدی ها اینستاگرام میگفتم آتش بگیره. خدمت شما عرض شود یه بدیدی اینستاگرام داره. بعضی ها میان خوشنمک بازی در میارن. مثلا برای ما که خودمون ختم روزگاریم بابا تو دودا. چند وقت پیش ما خری داشتیم خرمون افتاد مرد. یه عکسی گرفتیم گذاشتم خرم مرده. حالا کامنت ها زیرش این جمعونا میخواستن خوشمزه بازی در بیارن. او یکی نوشته روحش شاد یادش گرامی. او یکی نوشته بود تابوت ندونستیم کی بود حالا که رفت فهمیدیم. او یکی نوشته بود رفتنت در خاطرم نمی گنجد. منم زیر همشون نوشتم نفهمیدم خرمی هم فامیل داره. وگرنه مراسم آبروداری میگرفتم همه تونم دعوت میکردم. این اینستاگرام تخت سر شده یه ایراد دیگه هم داره. توقع دخترها رو برده بالا. درد دل این پسرا مجرد اوجا وایسیده. الان میری تو اینستاگرام اینا همون پسرا بنز بدن سیسک پارک مو فلان
خودی معلومه هیچ کی زن اونی پیکانی داره نمیشه. البته اینم خاطر نشان کنم هنوزم هستن دخترایی که مدل ماشین براشون مهم نیست. اینا چند مدل سرشون نمیشه، فقط قیمت براشون مهم. بله، یه ایراد دیگه اینستاگرام داره. میری توش انگار رفتی بیمارستان امامرضا. یکی قلبش شکسته، یکی قلبش خونه، یکی بین قلب و عقلش تضاده. اون روز رفتم تو اینستاگرام، یارو پست گذاشته بچه فامیلمونه، شب قبلش هم خونشون بودیم. پست گذاشته بود مردان درد میکشند و میمیرند. حالا چطورش بود؟ شب قبلش خونشون بودیم، اسهال شده بود. گفتم دردا بلا تو سرم میخوای درد بکشی، فقط برو تو دستشویی درد بکش، رو فرشا درد نکشی. شب عیدم هست. ایرادا اینستاگرام داشتم میگفتن 2 تا بیشتر نیست. یه ایراد بزرگتری اینستاگرام داره. وقتی مود کارکاسبی تلویزیون خوابیده، دیش که تلویزیون نگاه نمیکنه که مگر شبکه 3 فوتبالی باشه، مخصوصا بازی ها پرسپولیس. افتخار پرسپولیس ولش. خب تفرقه نندازیم. بعد خدمت شما عرض شود که تلویزیون کار افتاده. چند روز پیش دیدم شبکه 4 دیدم مجری رو نشسته ارو دل حلاوت دست کرده تو دماغش داره میخوره. یه لحظه نگاهش افتاد، من ببخشید فکر نمی‌کردم کسی شبکه 4 هم نگاه کنه. گناهی هم ندارم. تازه مسئولین عزیز قدیما دیدین همش 24 ساعت تو تلویزیون بودن، الان همون هم تو اینستاگرامن. دردا بلاشون تو سرم، همشون هم ناراضی ان از شرایط. من واقعا همینجا عذرخواهی میکنم از طرف مردم، ما کمکاری کردیم، ببخشید. ان راضی بشن. یه ایراد دیگه هم داره، تو چشقاره نرو. یه ایراد دیگه هم داره اینستاگرام. من تو یه صدی بالا ببینم میخوای چیکار. یه ایراد دیگه هم داره اینستاگرام. اگر یه استعدادی داشته باشی بنویسی، دیگه بابات سوخته. ما حقیقتش هم قبل رفتیم یه 2 ترم کلاس زبان، یه دونپاروی زبان بلدیم. حالا دیگه ولمون نمیکنن، چاپ با چاپ عکس آزمایش ادرار میفرستن. اینجا چی نوشته؟ اینجا چی نوشته؟ میگه ای به می جمله بگفتی هنرش نیز بگو. اینستاگرام یه سری خوبیایی هم داره. اول خوبی داره، باز میشه سریعتر زنشوری بالاخره دختر پسرا مجرد پیدا کنن برن سر زندگی خودشون. دوم خوبی داره، یارو میبینی اصلا یه چیز در داغونی، یه قرون پول نمیتونست در بیاره، الان اینستاگرام داره کاسبی میکنه. الان تو مغازه قافلو هستم میخوام سرطان بخرم، شما هم بیان بخرید، بکشین بالا. بس که کشیدیم بالا رسید اینجا. یه بار بگو بکش بالا دوباره ولش. حال میکنین با این چیزا. یه حسن دیگه داره، خانواده رو مستحکم میکنه. زن که میخواد اشورش قرار کنه بره خون پدرش، فکر میکنه میگه خون پدرم که مادم نداره، همیشه میمونم خورم سبزی هم میپزم، دور هم هست. یه حسن دیگه هم داره، این بچه ها باعث شده اطلاعات عمومیشون بره بالا. ما بچه بودیم ماش خلوشی، پدر مادر رو میخواستم برم بیرون، میگفتم مادر میریم آمپول بزنیم، ما گفتیم باشه. الان این بچه ها رو نمیشه. چند روز پیش تای بچه ها فامیل اومدن پیشون، کوچک، یکیشون 6 سالش بود، یکیشون 8 سالش بود. وای گفتم جونم برم. گفت آدماش دوری بچه دار میشن. یا خدا نگیم چش گوششون باز میشه. گفتم ببین پسرم، ببین دخترم، پدر مادر رو میشن دعا میکنن، یه 30 سالنگوی او بالا رد میشه، بچه چلو پیول میکنه تو کوششون. 6 ساله و با 8 ساله گفت به نظرت حقیقت بهش بگیم یا بذاریم تو همچه حالت بمونه. این هم محاسن اینستاگرام و فضا مجازی و منم میخوام برم خودکشی کنم حقیقتش، یعنی دیگه یه ثانیه هم نمیمونم. فقط یه خواهشی دارم، من خودکشی کردم اعضا بدنمو همشون اهدا کنین، طوری نیست. به غیر از چیز مغزم. اونم دلیلش اینه که تصاویر خانوادگی توشه. دردا بلاتون تو سرم. کاری نداریم.